سلام. قرار هست که دوره فیلمنامه نویسی به زبان ساده رو ما ارائه بدیم. تو این دوره سعی شده مفاهیم مقدماتی یا مبانی نوشتن یک فیلمنامه کوتاه داستانی رو ما بیان کنیم. یعنی ما از اینکه چطوری یک داستانی که مورد قبولمون هست و تبدیل به یک فیلمنامه خوب کنیم و میخوایم بگیم. یعنی ما به مبحث کارکتر، مبحث لوکیشن، شکل داستان، شیوه های خلاصه نویسی داستان و تبدیل به فیلمنامه تو این دوره میپردازیم. سعیمون به اینه که این دوره در مورد دیالوگ صحبت کنیم، در مورد داستانک های موجود توی فیلمنامه صحبت کنیم و خروجی این دوره این باشه که شما به راحتی بتونید یک داستان رو به یک فیلمنامه خوب، البته از نوع کوتاهش، تبدیل کنیم. امیدواریم که تو این دوره شرکت کنید و از مباحثی که مطرح میشه استفاده کنید.